من دارم میگم 500. انا وجاگی تخم مرغ دونی چنده؟ 20 اصلا تخم مرغ دونی چنده؟ همه تخم مرغ سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار شفت. امروز دوشنبه 29 بهمن ماه و ساعت حدود 9:30 صبح. قبلا ولاگی از این بازار رو در حال و هوای تابستونی برای شما عزیزان ضبط کردیم. اصلا از دونه چنده؟ مرغ 350. 350. بقلمو چی؟ بقلمو کیلو 500. کیلویی 500. کیلویی. چیه؟ شاختر. مرغ روسی بشه. مرغ روسی. امروز تصمیم گرفتیم که از این بازار در حال و هوای سرد و بارانی زمستون هم ولاگی داشته باشیم. قبل این ولاگ مسیر رشت به شفت از جاده گیرنده رو برای شما ضبط کردیم که به زودی در کانال قرار خواهیم داد و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار میدم. این بازار در مرکز شهر شفت برگزار میشه. بخش فروش مرغ و جوجه و تخم مرغ در اون بسیار پررنگه. البته در بازار امروز به علت سردی هوا حجم این تخم مرغ‌ها کمتره، ولی اگه ولاگ قبلی رو دیده باشید کاملا مشخص بود. بخش میوه و تره‌بار، ماهی و سبزیجات هم در اون بسیار جذابه. شهر شفت در همسایگی شهرهای رشت، سوم صراف، شومن، زنجان و رودبار قرار داره. فاصله اون از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 26 کیلومتره. از جاهای دیدنی شهر شفت میشه به یاقات سیامزگی، آبشار دودوزن، شاهزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق، پارک جنگلی چنار رودخان، سیرود و درودخان اشاره کرد. مردم این شهر به دو زبان تالشی و گیلکی صحبت میکنند. کشاورزی، دامپروری و همچنین زنبورداری در اون رونق داره. پنیر سیامزگی هم از محصولات این شهرستانه. در پلیلیست شهر شفت کانال ما ولاگ های زیادی از جاهای دیدنی این شهر قرار داره. تخم مرغ دونی چنده؟ 20 تومن. 200 خوام 25 تومن بود. 20 تومن. یا خوام 25 تومن. اگر علاقه به دیدن جاهای دیدنی این شهرستان دارید پیشنهاد میکنم حتما بهش سری بزنید. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنیش و بازارهای محلیش هم علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید ما میذاریم. امیدوارم که از این هوا، این گردش و این بازار لذت
مثلا اردک دونه چنده؟ 250. دونه 250. خسته نباشید. تخم مرغ چنده؟ همه تخم مرغ چند؟ مرغی هایی؟ بله. 500. باز 20. قاضی و آقای. دستتون آرم. اون اردک آره؟ جان. نه. ممنون. بنجاقم پول داره از گمسار تو جلتر راجعی جان انا بس ولا خليني ما اقول نبات خسته نباشید. سفیدا دونه چنده؟ کیلوی 550. اون فرق داره. همه 550. 60000 60000 آوای گوشه دوا رابا دوای 129 2 کیلو و 160 Kurban.
هذا صعب كنا هذا صعب كنا ممكن يجي وانا ممكن ترمز ذري وعويد يقول التكام بدي وانا بالفيلم كل شيء كمان انا مره ايه ولا شکر مهدی نیم کیلو رازی ها نیم کیلو همیشه بیش بده کیلو چند آقا پولی کیلو چنده؟ پولی کیلو چنده؟ نیم کیلو باید چه باشه بتونی الان نگاه خسته نباشید. گوجه خیار کیلو چنده؟ 35 هر دو 35 مدل با این چیزی داری؟ آقا بای خسته نباشید. آرام خسته نباشید. سیدن پیاز کیلو چنده؟ پیاز قابل نداره کجا میخوای ببریش من تو؟ نه با یوتیوب. ها؟ یوتیوب پیاز خشک پیاز هست. البته ما بچه‌ها خونه گفتیم بچه‌ها گفتیم
تلویزیون طلافروشی داریم. بله. فقط اینو تلویزیون پخش نکنید، جای دیگه اشکال نداره. بچه‌ها گفتن طلافروشی دارم. این پیازا بیرون میاد کیلویی 40000. سیب زمینی چند؟ سیب زمینی امارات هم دست کیلویی 60000 تومان. دست کن آره. سلامت. این بردن تو خیابونه. او گوجه آردنه بابا.
ماهی‌های پرورشی هم دریایی نیست، واسه نیست. قیمتشون مناسب. بزرگه یادم نبود. اصلا نباشه از حالش من زیتون پرورده کیلو چنده؟ 140 140 این زیتون چند؟ 150 این 140 دستتون نرم واسه کجا فیلم برداری میکنی؟ یوتیوب سلام علیکم بریم تا بارون شطرم نیوردم شاید هویجه میزارم باش عطر میدم اونم پس خسته نباشه حاجی سیامزگیه؟ چند گیری؟ 260 تومن 260 230 تومن امر باشه والله دو ساله زده 450 این مخلوط خاصیت رسته اینم زده بر بارو برو خودی که هفتاد کنم
رفتم تو ماشین جا بود. خسته نباشید. این 35 تا نهایت محلی آبدار اینم نارنج. خسته نباشید. دونه چنده سرسیا؟ اونا کیلو 150 داداش. کیلو 150. یکی هم 150. این بیکده؟ اون بیکده. این سرسیا؟ اون سیلویه، آزاد سیلویه. این خوشمزه یا این؟ اما این خدا که داره اون یه خدا که فرق نمیکنه. هم مایی الان آمور یه خدا که داره. آمور 250. این سیلویه 150. کیلویی گفتین دیگه؟ آره کیلو. دستتون برم. سلام. سلام. خسته نباشید. چقدر بجام قابل نیم روزی چرا باله؟ قابل نره. چنده پولش؟ 24. چند؟ 24. 4 میلیون 4 هم فیلم میگیره همش خسته نباشه آجی. این با بعناره؟ چند میگیری؟ 160. اون آلو چیه؟ اون همه رو توش داریم ملک. زیتون و پرناده. جمعیه برای بابیشوه؟ جوال مغال جوال مغال تازه
این سرگله؟ نه قلم سبک قلم ضعیف. این شکسته؟ این شکسته دوه، این خونه دوه چای سرگله، اون خونه سه چای سرگله. بعد اون چوب ممتازه. بالاترینش کدومه؟ این قلم سبکه، این شکسته ممتازه، این قلم سوزنیه، قلم سوزنی درجه 1 و ممتاز درجه 1 که بهترینش. مال شفت نه مال فرق نمی‌کنه، یا شفت یا جای دیگه، همه همینجور چایی ها چای سرد. به هر حال هر کی از یه جا چایی میاره. الان گرون‌ترینش کدوم بود گفتین؟ اعلی‌ترینش؟ گرون‌ترینش و اعلی‌ترینش این ممتاز. چند کیلویی؟ بالا کیلویی 300 تومن. بالاتر هست اما امروز نیاوردم. دستتون بر نکنه.